دادگاه شهر دوشنبه یک گروه از جوانان را که بهار امسال با زنازنی و خرابکاری ساکنان گوشه از پایتخت را ترساندند به زندان محکوم کرده است. گروه 16 نفری که کلانسالترینشان 22 ساله است، روز 28 مارس امسال در محله گیپرزم با همدیگر مناقشه کرده و بعداً شیشه های چند ماشین سری راه را هم شکستند. در حکم دادگاه ناحیه سینا که 9 ایول به دست رادیوی آزادی رسید، اکثر این جوانان به اوباشی گناهکار دانسته شدند. 3 نفر آنها را به 5 ساله زندان و سپری کردن این مهلت در کلانی‌های اصلاحی نظامش پرزور محکوم کردند. نجیب الله براتوی 20 ساله ساکن شهر دوشنبه، انس حمیدوی 18 ساله ساکن دوشنبه، سعدی قاسموی 22 ساله ساکن کلاب از میان 16 نفر از همه جزای سخت‌تر گرفتند، چون به گفته مفتشان در مناقشه نقش زیادتر داشتند. بقیه این گروه ظاهراً 2 سالی عمر خود را برای مناقشه در پایتخت تاجیکستان در زندان سپری می‌کنند. مقامات انتظامی همه این جوانان را 3 روز بعد از مناقشه دستگیر کردند و محاکمه آنها روز 28 ایون خاتمه یافته است. در دادگاه ناحیه سینا به رادیوی آزادی گفتند که حکم دادگاه حالا قوه قانونی نگرفته است، چون وکیلان دفاع متهمان به جنایت از حکم دادگاه ناحیوی به زینه بالای شکایت بردند. دادگاه ناحیه سینا 11 جوان دیگر را که بعضی از آنها نو به 18 سالگی رسیدند برای اوباشی از 1.5 تا به 2 ساله زندان محکوم کرده است. از جمله دلشاد فیض‌الله زاده را که تقریباً 20 روز بعد از روز تولدش برای اوباشی بازداشت شد به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند. عادی نائب وکیل دفاع او روز 9 ایول به رادیوی آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست، چون به قبل او زیر حمایش اصلا در مناقشه اشتراک نداشت. 2 نفر دیگر را دادگاه به خاطر نابالغ بودن جزای سبکتر داده است. مفتشان میگویند که 16 نفر روز 28 مارس در محله معروف به نام گیپرزم در شهر دوشنبه و نزدیک به یک قرارگاه سربازان روسیه با هم جنگ و زنازنی کرده مایه نگرانی ساکنان شهرک شدند. از بس که گروه از این جوانان برای خود نقاب کشیده و با کلتک مسلح بودند، سبب ترس و هراس و اضطراب ساکنان محله شدند. مفتشان شاهرخ رازقوف و نجیب الله براتوف را سرکرده های اوباشی و یا عاملان اساسی زنازنی نامیده و گفتند که 2 نفر بعد دعوا و زنازنی با همدیگر رفیقانشان را برای نقار گرفتن از همدیگر دعوت میکنند و مدت تقریباً 15 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده آرامی جمعیتی را خلل‌دار می‌سازند. بعد این هم مناقشه پایان نمی‌یابد و ساعت 7:30 شام شاهرخ رازقوف یک گروه جوانان را برای انتقام گرفتن از نجیب الله براتوف به محله گیپرزم و یا شهرک حربیان میبرد. با گفته دادستانی بعضی از این جوانان در رویشان نقاب داشتند و با چوب و خبر و ارماتور مسلح بودند. چون براتوف را پیدا نمی‌کنند، آینه و شیشه های چند ماشین از جمله یک ماشین شهروندی روسیه را می‌شکنند.